درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. خلق ازبک صدرالدین سیدمرادویچ عینی را همچون نویسنده خود از صدق دل حرمت می کند و دوست می دارد، زیرا او نه فقط اساسگزار ادبیات معاصر سویتی تاجیک، بلکه در برابر حمزه حکیمزاده یکی از اساسگزاران ادبیات معاصر سویتی ازبک هم به شمار می رود. شراف رشیدوف. ملا مشفقی. صد بلا در عشق و ترک عشق در عالم بلا، بودن او هم بلا، نابودن او هم بلا. در بلا هرگز نمی افتاد مسکین آدمی، گر نمی بودند خوبان در بنی آدم بلا. دیده را تا جلوگاه قامتی او دیده ام، بحر جانی من زبالا می رسد هر دم بلا. مشفقی گر همدمی داری هوس، با غم نشین، عاشقان را هم نشین غم باشد و همدم بلا. از مثنوی گلزاری ارم مشفقی. سبب تألیف: سبزه در دشت چون بساط کشید، موکبی خسروی نشاط کشید. جلوگر شد سمن به پشت سمند، بدر آمد ز سبزه ترکش بند. شد روان فوج فوج لشکری آب، بسته صد طبل باز از گرداب. بلبل از شاخ گل صفیر کشید، وز گلی نیلوفر نفیر کشید. آب چون از حباب دبدبه ساخت، گل رعنا ز غنچه کوکبه ساخت. ابر نوروز خیمه زد به سپیر، هر طرف شد طنابی شعله میر.
سیل در دشت چون صدا افکند، گفت با او هزار پست و بلند. قلمی باد نسخه هایی بهشت، بر ورق های سبزی دشت نوشت. تا رقم بحری فصل سازد حرف، شفق آورد لیفه و شنگرف. ابر شد سوخته ز پا تا فرق، جوست از سنگ کوه آتش برق. شد منجم شکوفه وقتی عمل، طالع سال را نوشت حمل. باغ را فرش ژاله خندان کرد، بخیه زد خرقه لیک دندان کرد. صبح دم چون شعاعی مهر از ابر، تافت بر اهل طبع پنجه صبر. من و جمع ز محرمان قدیم، سوی صحرا شدیم همچون نسیم. خیمه در عرصه نشاط زدیم، بر زمین پای انبساط زدیم. هر طرف لاله و یاسمنی، در میانه سفینه سخنی. همه اوراق او ز شوق سخن، پیرهن چاک کرده تا دامن. از جنون برون ز اندازه، دیده زنجیرها ز شیرازه. رباعیات. باشد می ناب و رنگی چون لاله او، ماهی که بود دور قدح حاله او. شیشه منی از کف و مده چنگ ز کف، هم گریه این خوش است و هم ناله او. صد بار اگر جان دهم و زنده شوم، سر در قدمت نهم سرافکنده شوم. گردند به گردی سر و آزاد شوند، من گردی سری تو گردم و بنده شوم. ای دل همدم ملازم غم می باش، شادی جهان کم است گو کم می باش. غیر از دم خود مجوی دمساز دیگر، هم با دم خود بساز و همدم می باش.
سلطان که زی جاه رو به درویش نکرد، 100 خانه کم از سیم و زری خویش نکرد. با آن که زمین و آسمان ملک خداست، 1 خانه برای خود بنا بیش نکرد. تاریخ واقعه یا عمارتی را به حساب جمل ابجد در قید نظم کشیدن در بین شعرای متأخرین معمول گردید. بعد از سنه 800 هجری این عادت حکم عمومیت را گرفت. مشفقی در این شیوه از معاصران خود تفوق جسته خیلی مضمون‌های رنگین را در بیان تاریخ واقعات به شاخچه‌های نظم بسته است. در کتابه و تاریخ مدرسه قلبابا کوکلتاش که در بخارا بنا یافته است نوشته به طریق انتخاب. ای قصری زرنگار و مقامی طرب فزای، چشمی خرد ندیده نظیری تو هیچ جای. تاجی هلال قدری تو محراب قدسیان، طاسی فلک اساسی تو جامی جهان نمای. بر روی گل نسیمی رواقی تو مشک بیز، در جیب لاله خاکی حریمی تو مشک سای. در پیچ و تاب از گرهی نقشی طاقی توست، پروین که شد مقرنسی این دیری دیر پای. با کاشی تو لافد اگر چرخی لاجورد، بر سنگ آبگینه خودگوی آزمای. از آرزوی آن که شود حلقه درت، آید هلال و حلقه زند بر سری سرای. مینای تابدان تو از چشمهای سیم، همچون بنفش زار ز دل نقش غم زدای. بهری بساط فرش تو باید که آورند، اطلس ز روم و آینه چینی از ختای. اقبال را صدایی درت گفت مرحبا، یعنی که جای توست قدم پیش نه درآی. گویا 2 مصرعند ز ابیات مشفقی، زنجیر دلکشی تو به زلفین دلربای. کلک خیال بحر ثنای رفیع تو، تاریخ سال کرد رقم کاخ دلگشای. 986. در تاریخ
غفور مهتر قاسم که در بین بخارا و وابکند واقع است نوشته: ز تحت او گذرد، ما ز فوق او گذریم، از این سبب شده تاریخ او گذرگه ما. 986. تاریخ حمام ارک سمرقند. چون شاهی جوانمرد علی خان زمان، حمام بنا کرد در او آبی روان. تاریخ بنایش از خرد پرسیدم، گفتا که بگو بنای گرمابه خان. سال 983. تاریخ وفات امیر عبدالله میر عرب. قرة العین خاندانی رسول، آن ز فیاضی لم یزل آگاه. یمنی نسبتی که همچو سهیل، داشت بر اوج قدر منزلگاه. مرغ روحش ز آشیان بدن، بال زد در فضای فضل اله. بهر تاریخ او نوشت قضا، سال فوت امیر عبدالله. 970. تاریخ وفات طاهر نقیب. طاهر که سر و سرور سادات جهان بود، از عالم فانی به سوی باغ جهان رفت. طاهر ز جهان رفت و پی سال وفاتش، تاریخ همین است که طاهر ز جهان رفت. 961. تاریخ چارسوی بخارا. مشفقی بهر سال تاریخش، زد رقم چارسوی خان جهان. سال 990. قطعه.
فلک قدرا توی در اوج عزت، اگر سعدی سعادت پرتوی هست. نهی پا در رکاب و خلق گویند، که بر شبدیز دولت خسروی هست. مرا در خانه از جنسی سواری، لجام از سر کشیده بدروی هست. خورد بر جای کاه و بیده هر جا، گیاهی کهنه و برگی نوی هست. زند بر تیغ جوهردار خود را، به این معنی که در جوهر جوی هست. مشفقی در هجویات، مضحکه و مطایبات شهرت عظیم دارد، به حدی که شهرت هزلیات او آوازه سخنهای جدیش را از میان برداشته است. بنابراین از قسم سخنهای جدیش بسیار انتخاب کرده شد. از آنجا که هزلیات و مطایباتش اکثری از آیین ادب بیرون است، نقلش مناسب دیده نشد. تنها یک قطعه را که در هجو قاضی زمان خود به تضمین شعر خواجه حافظ نوشته است و بعضی ابیات تقسیم میراثش را نمونه گویان ایراد می نماییم. قطعه در هجو قاضی، تضمین شعر حافظ. زنی قاضی که بهترین نساست، دل سرا پرده محبت اوست. دختری او که در لطافت و حسن، دیده آینه دار طلعت اوست. پسری او که پول نمی گیرد، گردنش زیر بار منت اوست. از تقسیم میراث به طریق انتخاب. همشیره خرج ماتمی بابا از آن تو، صبر از من و مصاریف قرا از آن تو. انباری پر ز غله بابا از آن من، وان کاخهای مانده به صحرا از آن تو. این جام خواب و بستر و بالین از آن من، بی طاقتی و ناله شبها از آن تو. تنبوری پر ز خاتم بابا از آن من، وان نغمه های ترنه ترانا از آن تو.
از روی خانه تا بلبی بام از آن من، از روی بام تا به ثریا از آن تو. رفتن به سوی قبر و نشستن از آن من، دستورخوان و چلپک و حلوا از آن تو. در تاریخ وفات مشفقی یکی از فضلا نوشته: سال فوتش من از خرد جستم، گفت تاریخ او سخنوری نیک. 996. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. ҳангоме ки ман оқсақоли адабиёти тамоми осиёи миёна садриддин айнӣ ро ёд мекунам, аз пеши чашмам на танҳо хоки тоҷикистон, балки таъриху муборизаҳои бардавом, рӯзгори собиқу имрӯзаи халқи тоҷик як-як мунтазам гузар мекунад. бердӣ карбобоев. ҳамин устод айнӣ буд ки насри калом ба насри бадиии иҷтимоии тоҷикистон асос гузошт. ӯ бо ғуломон ёддоштҳо бар ин китобҳои худ на танҳо дар байни тамоми халқҳои иттифоқи советӣ, аз ҷумла дар байни озариҳо шӯҳрати ҳақиқӣ пайдо кардааст. маҳдӣ ҳусейн. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 19-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.